من بی خود و تو بی خود، ما را که برد خانه. چند بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه. گفتم به خرابات آی تا لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفت ای جان، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. گفتم که رفیقی کن با من که منم خویشت. گفتا که بنشناسم من خویش ز بیگانه. من بی دل و دستارم، در خانه خمارم، 100 سینه سخن دارم، این شرح دهم یا نه؟ درود بر شما عزیزان بیننده. خوبین؟ راضی، خوشحال و دلشاد. آقای دکتر اسعد رشیدی در تاریخ 25 یونی در کتابخانه ایرانیان سخنرانی کردند و بین برنامه موزیک ویدیو داریم و پایان بخش برنامه ها گزیده های از رویدادهای سیاسی ایران و جهان خواهد. شاد باشید. اجازه میخوام به همه شما خوش آمد بگم. خیلی لطف کردین تشریف آوردین و شما در واقع در جریان هستین که الان نوبت دوم هست که آقای دکتر رشیدی اینجا صحبت میکنن. آره، مرتبه قبل به طور کامل ایشون رو معرفی کردن در واقع، ولی الان هم برای ممکنه یه نفر دو نفر نبوده باشن اون جلسه، بنده عرض میکنم که آقای دکتر رشیدی در سنندج به دنیا اومدن، عضو شورای نویسندگان و هنرمندان در ایران بودن و ایشون شعر هم سرودن. نخستین سروده های ایشون در نشریات سال 1974 به چاپ رسیده. کتاب شعری هم با نام در واقع سایه های شعر در خارج از ایران به چاپ رسوندن که در نشست گذشته در واقع این کتاب معرفی شد. در سال 2003 دکترای خودشون از دانشگاه مناسبات بین الملل دریافت کردن. این بار در واقع در این نشست ایشون نگاهی دارن به تاریخ ادبیات روسیه. بسیار ممنون. خیلی ممنون از شما دوستان، خیلی خوش اومدید. بار اول در مورد استتیک یا هنر صحبت شد و بعدش هم من به معرفی کتاب خودشه پرداختم. عرض کنم خدمت شما دفعه اول که من خدمت دوستان گرامی بودم در مورد هنر یا استتیک صحبت شد و بعد کتاب شعر خودم معرفی کردم. بحث امروز رو که خدمتتون میخوام تقدیم بکنم، معرفی بکنم، اونطوری که گفتیم در بروشورش هم هست، نگاهی به تاریخ ادبیات روس از داستایوفسکی تا بولگاکوف. برای چی گفتم من؟ برای چی این متن رو انتخاب کردم؟ برای اینکه احساس میکنم در آخر برنامه که بولگاکوف هم معرفی خواهم کرد حضور شما، بخوام یک وجه مشترکی در بین این دوتا رمان‌نویس بزرگ پیدا میکنیم. یکیش رمان‌نویسی است که در در قرن 19، اوایل قرن 19، دهه چهارم قرن 19 آثارش رو نوشته و بولگاکوف وقتی که آثارش رو می نویشه در 1920 است، یعنی در دوره شوروی، در دوره‌ای که قدرت به دست بولشویک‌ها افتاده در شوروی یا در روسیه شوروی. این دو از یک نظر برای من با اهمیت بودن، چون دو مسئله بسیار مهم رو بحث میکنن. یکی مسئله در واقع غالب کردن انسان در چارچوب یک تئوری یا در چارچوب یک ایده، و دومیش هم مسئله اخلاق و وجدان است که
در درون رمانش بهش اشاره میکنه، مخصوصا داستایوفسکی. و بعد مسئله دیگری که مطرح میکنه مطلق کردن یک ایده است. هر ایده میخواد باشه، به نظر اون ایده مطلق کردن اون ایده به استبداد مطلق میانجامد. این دو محور در آثار این نویسندگان من دیدم، با توجه به اینکه داستایوفسکی و من وقتی که 17 سالم بود خوندم و هیچ ازش سر در نیاوردم. بعد 30 سال شدم که میگن آقا آدم میرسه به اوج عقل که من البته نداشتم، اونم بازم نفهمیدم تا در سال 40 سالگی یا 42 سالگی تمام این آثار من دوباره از رو خوندم و اینو من به روسی خوندم و فیلم‌ها رو دیدم. و بعد این یک نظر دیگری به من داد، یعنی نظر من واقعا تغییر داد در مورد ادبیات روس، بخصوص همین رمان نویسی که ما در موردش صحبت میکنیم به نام فیودور میخائیلوویچ داستایوفسکی. ولی ابتدا اجازه بدید که ما اول ادبیات قرن 19 روسیه رو بهش بپردازیم که ببینیم در چه بستری کسانی مثل داستایوفسکی، کسانی مثل سالتینیکوف، کسانی مثل ششتیرین، کسانی مثل تورگنف و اینا رشد کردن و این بستر و این زمینه ادبی و فرهنگی و تاریخی کجا به وجود آمد و چرا در این بستر این رمان نویسا اینقدر بزرگ ما اونا رو میبینیم. یعنی قرن 19 در روسیه یک قرن، یعنی در قله و اوج ادبیات روس است. بعد از این هست که این اوج ادبیات روس کم کم فروکش میکند و امروز در روسیه فعلی من به شما بگم خیلی جالب هست، بخوایم که یه مطلب رو در واقع اکتوالتر بکنیم دروستر. یک دانشجوی دوره سینما که 29 سالش بود در 4 سال پیش، این از سینما اومد بیرون، بعد اینکه تحصیلش رو تمام کرد رفت کشیش شد و خیلی جالب شما ببینید رفت تو دیرها و کلیساهای روسیه گشت و زندگی کشیشان رو نوشت. کتابش با تیراژ 1 میلیون چاپ شد. تصور نمیتونید بکنید 1 میلیون تیراژ کتاب این آقای تیخوف بود، یک جوان 35 ساله. هی نشون میده چقدر مردم روسیه امروز در همین امروزی که ما صحبت میکنیم در 2015 چقدر برگشتن به اون بنیادهایی که زمانی قدغن بوده. یعنی شما تصور بکنید یک کتاب 1 میلیون نسخه. حالا من کار ندارم به این که ممکن است اون ذهن اون 1 میلیون نفر که این کتابو خریدن یا اون کسانی که مشتاق چنین تصوری هستند چه باشد، خوب باشد یا بد باشد، مسئله نیست. مسئله این است که یک کتاب با تیراژ 1 میلیون نسخه در جهان چاپ می شود، اونم در کشوری که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی و نسبت قابل مقایسه با دیگر کشورهای غرب من جمله آلمان، آمریکا یا فرانسه در اون اصلا نیست. به هر حال ادبیات در 1902 3 و 10 که ما نگاه بکنیم، ما قبل از اون با نام پوشکین که همه فکر بکنم دوستان میشناسن آشنا هستیم که به عنوان متحول کننده ادبیات و زبان روس در ادبیات روسی نقش بسیار بالایی داره. به این خاطر بذارید من یک مثال دیگری بزنم تا این مسئله، تا متوجه این مسئله بشیم. 2 سال پیش یک همه‌پرسی بزرگی در روسیه اتفاق افتاد که در میان نویسندگان، فعالین ادبی، فعالین سیاسی و دیگر زمینه‌های مرتبط با زندگی رفراندومی پیش اومد یا همه‌پرسی اونجا برقرار شد که ببینن چه کسی از همه محبوب تره. تصور نمی‌کنید که اولین کسی که اسمش رو بردم به عنوان محبوب تمام روزها و این 15 روز ادامه داشت این همه‌پرسی، الکساندر پوشکین. یعنی اینقدر پوشکین برای مردم روس اینقدر با اهمیته، هم در جنبه ناسیونالیستیش و هم در جنبه زیباشناختی یا استتیکیش. به هر حال پوشکین که از نویسندگان بزرگ، از شاعرای بزرگ هست. او در واقع طرفدار تحول در درون روسیه بود از لحاظ سیاسی. بعدش هم طرفدار جنبش دکابریستا بود. جنبش دکابریستا جنبشی بود که در 1920 و 1825 وسیله تزار سرکوب شد. اینا افرادی بودن که افسرانی بودن، فرستاده بودنش، دوره نیکولای فرستاده بود به پاریس که یاد بگیرن فنون و بعد اینا که برمیگردن با افکار آزادیخواهانه فرانسوی آشنا میشن، میخوان تحولی در خود روسیه وجود بیارن و زیر تاثیر الکساندر که اون هم یک انسان تحول خواه بود. بر صورت در 1825 این جنبش دکابریستا، جنبش سیاسی تحول خواه بود، سرکوب شد و جالب اینه که طرف این که پوشکین هم یکی از کسانی بود که از این جنبش پشتیبانی میکرد.
همچنین ما میتونیم در کتاب دوبروفسکی، یک کتاب داستانی هست، نگاه بکنیم که چطور از جنبش دهقانان روسیه پشتیبانی میکنند و حتی از اشعار طنزآمیز و هجوآمیزی هم که در مورد دستگاه رهبری و تزار می‌نویسند. این اونو محبوب قلب‌ها کرده تا اون وقت. این از لحاظ نقطه نظر اجتماعیش و از لحاظ سبک در واقع ادبیات را متحول کرد. یعنی ادبیاتی که قبلا در دست اریستوکرات‌ها بود، در دست یا جنبه بسیار رمانتیک داشت، در واقع پوشکین اینو به جنبه ریالیستیش بازگرداند. یعنی اونو درک کرد که پوشکین که دولت در شوروی یا مثلا میخوام روسیه در حالت انتقال هست از یک فرماسیون اقتصادی اجتماعی به یک فرماسیون اقتصادی اجتماعی دیگر که نمونهش سرمایه‌داری هست. اونو درک کرده بود و احساس میکرد که ادبیات هم باید در این مسیر پیش برود و ادبیات هم باید کمک بکنند به این تحول، به این گذار از یک نظام عقب افتاده در واقع مبتنی بر سیستم ارباب و رعیتی، از اون بدتر که خودشون بهش میگن کرپس یعنی قلعه و در زبان فارسی هم ترجمه شده به صرفداری یا صرفش. بعد از دوئلی هست که پوشکی میکند با پسر سفیر در واقع فرانسه به دانته و کشته می شود. آثار او هم از نظر تزار و از نظر دستگاه‌های سانسور بسیار بهش سختگیری می‌کنند و این هنگامی است که بعد از جنبش در واقع دکابریستا رادیکال تر شده، هم جنبش ادبی در درون روسیه که مورد نظر ما هست و هم جنبش اجتماعی. از کسان دیگری مثل لرمانتوف که اونم 30 سال داشت و به قولی میگویند او کسی بود که قابلیت شعله‌ور کردن قلب‌ها را داشت به این مفهوم کلاسیک، اونم در 30 سالگی به سرنوشت پوشکین دچار میشه و در دوئل کشته میشه. اینجاست که زمینه آماده میشه برای تحول خواهی در ادبیات روسیه و ما با کسایی مثل گوگل روبرو هستیم که اگر کتاب شنل رو خونده باشید خیلی جالب است، یا نفوس مرده یا بازرس. او در واقع دستگاه اداری و بوروکراسی رو به مسخره میگیره و با پنز خودش اونا رو مورد انتقاد قرار میده. اون دوره رو خود روسا بهش میگن دوره گوگل، یعنی حتی از 1940 به بعد. و خود داستایوفسکی نویسنده مورد بحث امروز ما، اون هم میگوید همه ما از زیر شنل گوگل بیرون اومدیم، اشاره میکند به اون داستان گوگل. در اون حالت یک مجمعی در روسیه، یک محفل کوچکی در روسیه شکل میگیرد به عنوان محفل چرنشفسکی. چرنشفسکی خودش یک نویسنده منتقد هست، کتاب چه باید کردش در کتابخونه‌ام هست، میتوان خوند اونو. و اینا محفلی درست کردن که دارای جنبه‌های رادیکال هست به طرف تغییر در هم ادبیات و هم در جامعه روسی. یعنی خود چرنشفسکی زیر تاثیر سوسیالیست‌های فرانسوی از قبیل سان سیمون و از قبیل فوریه هست و از اون طریق می‌خواهد که اون سوسیالیسمی که در اروپا بوده، که در فرانسه بوده، اون هم به در واقع تامین بده و گسترش بده در روسیه. اینا گروهی بودن از قبیل خود همین چرنشفسکی و بعدش هم بلینسکی که اونم یک منتقد بزرگ هنری است به استفاده، و هرتزل و داستایوفسکی و تورگنف و سالتینیکوف، همه این نویسندگان در اون محفل هستن. داستایوفسکی قبل از اینکه وارد این محفل بشه کتابی می‌نویسه به عنوان مردمان فقیر. تا اینجا رو من داشته باشم و بعد برم سر خود در واقع زندگی نامه داستایوفسکی. نخند و با خنده هات باز منو دل خور نکن، نگو دلت با منه دیگه تظاهر نکن. ببین ازت بریدم، خستم از درویی، از تو برام چی مونده به جز بی آبرویی، به جز بی آبرویی. لبت یه چیزی میگه، چشم یه چیز دیگه، من دیگه فهمیدم کدوم دروغ میگه. لبت یه چیزی میگه، چشم یه چیز دیگه، من دیگه فهمیدم
کدوم دروغ میگه. از عشق تصور تو چیه وقتی که پیش منی چشات حریص کیه خیانت از سر تا پای تو میریزه تصورت از عشق چه نفرت انگیزه چه نفرت انگیزه لبت یه چیزی میگه چشم یه چیز دیگه من دیگه فهمیدم کدوم دروغ میگه لبت یه چیزی میگه چشم یه چیز دیگه من دیگه فهمیدم لبت یه چیزی میگه چشم یه چیز دیگه من دیگه فهمیدم کدوم دروغ میگه فیودور میخائیلویچ داستایوسکی در 1821 در بیمارستان برینسکی به دنیا میاد و تبار داستایوسکی از یک نسبشون برمیگرده به یک روستایی به اسم داستایو. پدرش پزشک بوده، از لیتوا میاد و خود کسایی که زندگی نامه داستایوسکی هم نوشتند میدونن که داستایوسکی تبار روسی نداشته بلکه از کسانی از لیتوا هستند. و اگه نگاه بکنید به زندگی نامه‌ای که از طرف دخترش هم نوشته به این مسئله اشاره میکنه. او از کیف یعنی از پایتخت اوکراین بیاد به مسکو و با یکی از دختری که از بازرگانان مسکو آشنا میکنه، با اون ازدواج میکنه و محصول 6 فرزند است که داستایوسکی فرزند دوم هست. داستایوسکی از اوایل کودکی کمی کم بزرگتر میشه با یک بیماری لاعلاجی که اون زمان بهش میگفتن لاعلاج به عنوان سر روبروست. این در تمام آثارش رو شما اگه خونده باشید اون تاثیرش رو میبینید در نامه‌های مکاتباتی که با آنا زنی که بعداً زن دوم اون میشه و با زن اولش هم درش وجود داره. به هر حال در 16 سالگی به همراه برادر بزرگش این دوتا رو به سن پترزبورگ اون وقت پایتخت روسیه است میفرستن برای اینکه در دانشگاه درس بخونن و مهندسی نظامی رو درس میخونه. ولی داستایوسکی خیلی زود از کار دولتی و از این دانش در واقع طبیعی منصرف میشه و به ادبیات رو میاره و اولین داستانش رو به نام مردمان فقیر که در فکر کنم در کتابخونه هم موجود باشه مینویسه و اینو میبرن پیش منتقد هنری اون وقت در 1946 به نام 45-46 مینویسه به نام بلینسکی و او فکر میکنه که این یکی از بزرگترین کتاب هاست و اونو خیلی بهش ارج میگذارن چون اون روح مردم فقیر رو که داستان دو خواهر است در اونجا به شیوه رئالیستی توضیح میده. اینه که از همین حالا هست، از همین حدود هست که ما سبکی رئالیسم انتقادی رو در ادبیات روسیه باش روبرو میشه. بعداً همین گروه چرنشفسکی که عرض کردم اینا یکی از مامورین مخفی دولت روسیه نفوذ میکنه در این گروه و موجب میشه که این گروه به دام پلیس بیفتن. داستایوسکی و 7 نفر دیگه محکوم میشن به اعدام و تزار دستور اعدام اونا رو میده. اونا رو میبرن در اون جایی که میخوان اعدام بکنن
بعدش هم کشیش میاد مراسمی رو میخونه. این خیلی جالبه، نکته جالبه که ببینیم که سیستم ها چگونه میخوان از راه ترساندن افراد از یک طرف بترسونن و از یک طرف هم نشون بدن که ما چقدر دارای مهر و محبت و دوستی هستیم. اون محبت اسلامی اونجا نیست، الان محبت مسیحی تزاری اونجا هست. خلاصه اونا رو که میبرن بکشن، در اون وقت که کشیش میاد دعا میخونه و ازشون اعتراف میگیره و همه به خط میشن، در واقع جوخه آتش به خط میشن، در اون لحظه که ماشه رو بشکونن کالسکه اونجا میاد و افسری دستور میده که مراسم اعدام باید متوقف بشه و نامه‌ای در میاره که میگه تزار همه رو بخشیده. جالب هست که بعضی از زندگی نویسان نوشتن که زمانی که میگفتن تزار همه رو بخشیده، داستایوفسکی کلاشو پرت کرده، آسمان گفته زنده باد تزار. در صورتی که خب زندگی برای آدم میشه خوشاینده، ولی اونجا کلاه سر کسی نبوده که اون کلاهشو بندازه آسمان، چون اونجا با کلاه نمیبردن، چشماشون رو میپوشوندن. به صورت اینم خودش یک طرزی که بعضی از زندگی نامه نویسان داستایوفسکی میگن و در واقع میخوان نگاه بکنن که زندگی به هر حال در هر حالتی شیرین است و انسان دوست نداره زندگی رو وا بگذاره. داستایوفسکی به در واقع حکم اعدام اون 8 نفر رو برمیدارن، لغو میکنن و اینا رو تبعید میکنن به سیبری. با درود به شما عزیزان، من پونیزند هستم. توجه شما را به گزیده‌هایی از رویدادهای سیاسی ایران و جهان جلب می‌کنم. خانم‌های خبرنگار با روسری‌های رنگی بیایند. چند ساعتی بعد از نمایش بیمیلی خبرنگاران زن ایرانی که می‌دانستند قرار است از آنها مقابل دیدگان فابیا آزویدو استفاده ابزاری شود، وزارت ورزش با این تهدید به سراغ دبیران و سردبیران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها رفته که اگر خانم‌های خبرنگار که با آنها تماس گرفته شده به ورزشگاه نروند، سال آینده کارت خبرنگاری آنها تمدید نخواهد شد. ما دلقک شما نیستیم. از پشت تلفن از سوی وزارت ورزش فردی با صدای محکم و مدعی میگوید امروز باید به ورزشگاه 12,000 نفری بروید. آیدی کارت هم لازم نیست. جلوی در هماهنگی شده. حتما باید بروید. سوال هم نپرسید. اما اعضای حراست وزارت ورزش انتظار برخورد متفاوت خبرنگاران زن ایرانی را نداشتند. یکی از گزارشگران رادیو با لحنی سریع به آنها این گونه جواب داده است: من دلقک و مترسک شما نیستم که هر وقت بخواهید آیدی کارت من را باطل کنید و هر وقت بخواهید ما را به ورزشگاه بروید. خبرنگار دیگری از یک روزنامه ورزشی هم در جواب نماینده حراست ورزش گفته است فدراسیون والیبال به اندازه کافی نیروهای خدمات دارد، از همانهایی که بازی‌های قبل کنار زمین به عنوان آنالیزور استفاده می‌کردند به عنوان خبرنگار ببرید. دادگاه نرگس محمدی برگزار نشد. به گزارش کانون شهروندی زنان روز 14 تیر 1394 دادگاه نرگس محمدی فعال حقوق زنان و حقوق بشر و عضو کانون شهروندی زنان به دلایل نامعلومی برگزار نشد. بر اساس احضاریه‌ای که پس از بازداشت نرگس محمدی به منزلش ارسال شده بود، قرار بود روز دوشنبه 14 تیر ماه 1394 در ساعت 10 صبح محاکمه وی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شود. اما به رغم حضور وکیل او در دادگاه این محاکمه انجام نشد. این در حالی بود که جمعی از فعالان حقوق زنان، کنشگران جامعه مدنی به امید دیدار نرگس محمدی در برابر دادگاه انقلاب حاضر شده بودند، اما وی را از زندان به دادگاه اعزام نکردند. لازم به ذکر است که نرگس محمدی صبح روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه سال جاری توسط تعدادی از ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به بند نصبان زندان اوین منتقل شد و از آن زمان در زندان اوین به سر میبرد. سندیکای کارگران شرکت واحد
مدافعان حقوق آموزگاران را آزاد کنید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در راستای دفاع از حقوق سندیکای اقشار و طبقات زحمتکش وظیفه خود می‌داند که از جنبش حق طلبانه معلمان و آموزگاران ایران دفاع نماید. این قشر زحمتکش که با تحمل تبعیض‌ها در دستمزد و دیگر امتیازات صبورانه زحمت تربیت فرزندان این مرز و بوم را به عهده دارند و در واقع برای آینده بهتر این کشور نقش اساسی را ایفا می‌کنند، همانند دیگر اقشار زحمتکش حق دارند در ارتباط با دفاع از حقوق خود فعالیت نموده و اعتراضات خود را به گوش مسئولان حکومتی برسانند. با توجه به تورم و گرانی‌های کمرشکن و اوضاع احوال اقتصادی نامناسب، زحمتکشان آموزش و پرورش همچون دیگر اقشار زحمتکش مانند کارگران و دیگر دستمزدبگیران شرایط سختی را خود و خانواده‌هایشان تحمل می‌کنند. بنابراین سزاوار است مسئولان حکومتی به جای دستگیری و زندانی کردن کوشندگان صنفی فرهنگی به فریاد دادخواهی آنان گوش فرا دهند. 4 هکتار مرتع و جنگل در کرمانشاه سوخت. مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه تأکید کرد در جدیدترین آتش‌سوزی در استان کردستان 400 هکتار از اراضی طبیعی شهرستان دالاهو در آتش سوخته است. مراد شیخ ویسی مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه با بیان اینکه شایعاتی مبنی بر اینکه 3000 هکتار از اراضی طبیعی شهرستان در آتش سوخته از صحت ندارد گفت شدت وزش باد در روز گذشته موجب شده بود که مهار آتش‌سوزی با دشواری‌هایی روبرو شود. وی با اشاره به اینکه علت دقیق آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده است گفت این احتمال وجود دارد که برخی اختلاف‌های محلی سبب این آتش‌سوزی شده باشد. اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران عسلویه یک هفته را پشت سر گذاشت. اعتصاب و تجمعات کارگران پیمانکاری فازهای 15 و 16 عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود که از هفته پیش آغاز شده است کماکان ادامه دارد. در جریان این اقدامات اعتراضی در روز شنبه 13 تیر ماه گروهی از کارگران پیمانکاری شاغل در فازهای 15 و 16 عسلویه با تجمع در مقابل ساختمانی موسوم به 6 ضلعی که در اختیار عوامل کارفرمای اصلی قرار دارد خواستار پرداخت مطالبات خود شده بودند. به گزارش 15 تیر ایلنا به نقل از کارگران از ابتدای هفته جاری این اقدام اعتراضی هر روز ادامه داشته است. به گفته کارگرانی که همکنون در منطقه عسلویه کار می‌کنند دور جدید اعتراض کارگران پیمانکاری فازهای 15 و 16 منطقه عسلویه از هفته گذشته شروع شده است و بر این اساس گفته می‌شود که برخی از کارگران معترض با تجمع در مقابل محل استقرار و اقامت عوامل کارفرما خواستار وصول معوقات مزدی خود شده‌اند. مذاکرات هسته‌ای 3 روز دیگر تمدید شد. مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای که مهلت اضافه شده آن روز سه‌شنبه به پایان می‌رسید برای 3 روز دیگر تمدید شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی از وین گزارش داده است اتحادیه اروپا برای ادامه روند اجرای برنامه اقدام مشترک و در پی به جمع‌بندی نرسیدن مذاکرات ایران و 5+1 اجرای این قانون را برای 3 روز دیگر تمدید کرده است. طبق قوانین اتحادیه اروپایی و همچنین محدودیت‌های قانونی هیئت‌های غربی برای ادامه اجرای تعهداتشان در برنامه اقدام مشترک ژنو اجرای این برنامه 3 روز دیگر تمدید شد. این قانون پیش از این هم 7 روز یعنی تا 7 جولای تمدید شده بود. یونان راه حل جدیدی را به وام دهندگان پیشنهاد می‌کند، در حالی که سران آلمان و فرانسه خواهان پیشنهاد جدی شدند. نخست وزیر یونان با پیشنهاد جدیدی برای حل بحران بدهی خارجی این کشور
در اجلاس رهبران حوزه یورو شرکت می‌کند. نشست ویژه رهبران کشورهای عضو حوزه پول واحد اروپایی یورو برای بررسی نحوه حل بحران بدهی خارجی یونان روز سه‌شنبه 16 تیر 7 ژوئیه برگزار شد و الکسیس سیپراس نخست وزیر این کشور با طرح جدیدی در آن حضور دارد. به گزارش BBC این طرح در پاسخ به درخواست کشورهای عضو یورو از یونان برای تلاش در راستای حل بحران بدهی این کشور تهیه شده و گفته شده است که در آن از طلبکاران اروپایی خواسته شده است از 30% مطالبات خود از یونان صرف نظر کنند. این بود گزیده‌ای از رویدادهای سیاسی ایران و جهان. به امید دیدار تا برنامه آینده.